فصل اول حاضر جوابی های نابود کننده. قسمت اول، اگه یکی بهت گفت تحویل نمیگیری، بگو سفارشت نداده بودیم که تحویل بگیریم. قسمت دوم، اگه یکی گفت چقدر رو مخی، بگو مخی نمیبینم که روش باشم. قسمت سوم، اگه کسی ادعاش میشه بهش بگو درست ادعات هر روز مثل دلار میره بالا ولی شعورت مثل ریال میاد پایین. قسمت چهارم، اگه کسی گفت وای چرا اینقدر لاغر شدی، بگو آخه عزیزم چربیامو دادم شما واسم نگه داری. قسمت پنجم، اگه کسی گفت خیلی شکسته شدی، بگو آره چیز دیگه نمونده که به شما برسم. خب حالا شما یکی از این جوابای سوزناک رو اضافه کنینا. فصل دوم حاضر جوابیای نابود کننده. قسمت اول، اگه یکی بهت گفت موهات بیرونه، موهاتو بکن داخل، بگو متاسفانه موهای منم مثل زبون تو سر جای خودشون بند نمیشن. قسمت دوم، اگه دیدی یکی همیشه بهت گیر میده و همش بهت میگه چرا ازدواج نمیکنی، بگو آخه عزیزم زندگی شما رو دیدم درس عبرت شده برام. قسمت سوم، اگه یکی گفت عطری که زدی بوش خوب نیست، بگو من بر اساس مخاطبی که میخوام باهاش ملاقات کنم عطر متناسب با همون آدم رو میزنم. قسمت چهارم، اگه مهمون فضولی اومد خونتون و گفت چقدر خونتون کوچیکه اذیت نمیشین، بگو چرا وقتایی که مهمون داریم خیلی اذیت میشین. قسمت پنجم، اگه یکی گفت چقدر چاق شدی، بگو من مثل بعضیا حسود نیستم، هر چی میخورم گوشت میشه به تنم. خب حالا شما این پایین یکی از این جوابایی که طرف رو میسوزونه اضافه کنید. فصل سوم حاضر جوابی های نابود کننده. قسمت اول، اگه یکی بهت گفت قدت خیلی کوتاهه، بهش بگو خوبیش اینه که به آدما از بالا به پایین نگاه نمیکنم. قسمت دوم، اگه یکی بهت گفت بوی عطرت خوب نیست یا گفت عطرت چقدر بوی بدی داره، بهش بگو یادم باشه دفعه بعد که خواستم برم خرید تو رو هم با خودم ببرم. قسمت سوم، اگه یکی بهت گفت چرا انقدر لاغر شدی، بهش بگو شما به حجم خودت ببخش ما رو، لاغر شدم کنار هم جا بشیم. قسمت چهارم، اگه یکی بهت گفت خیلی چاق شدی، در جوابش اینو بگو آدمای خوب هر چقدر حجم بیشتری از دنیا بگیرن دنیا جای قشنگتری برای زندگی میشه. قسمت پنجم، اگه یکی بهت گفت قیافت بیشتر از سنت نشون میده، بهش بگو شما هم نسبت به واقعیت خیلی باهوش نشون میدین. خب اینم از سری جدید حاضر جوابی های نابود کننده. حالا شما این پایین یکی از این جوابای کوبنده اضافه کنین تا شما هم در ثواب این امر مهم تعلیم و آموزش شریک باشین. فصل چهارم حاضر جوابی های نابود کننده. قسمت اول، اگه تو جمع یه دختر خیلی ادعا می‌کرد و میگفت همه ی پسرا دنبال منن، بگو آخه مگه کارت پایان خدمتی که دنبالتن قربونت برم. قسمت دوم، اگه یکی گفت چقدر جیگری تو، بگو حالا سیخ جوابگو است. قسمت سوم، اگه یکی بهت گفت موهات داره میریزه یا گفت داری کچل میشی، بگو تو که موداری برو عصر جدید. قسمت چهارم، اگه به یکی ابراز علاقه کردی و عصبی شد و گفت ببینم تو اصلا مشخصه که فازت چیه، بگو باید از برق چشات پرسید. قسمت پنجم، یکی که یکم برات شاخ بازی در میاره بهش بگو اگه به چیزی نمیگم فکر نکن میترسم، در واقع دارم به حقوق حیوانات احترام میذارم. خب رفقای پایه، حالا شما همین پایین یکی از این حاضر جوابی‌ها اضافه کنید چون من دارم با ایده های شما کلاس آموزشی برگزار میکنم. فصل پنجم، حاضر جوابی های نابود کننده. قسمت اول، اگه حوصله بحث کردی با یکی رو نداری بهش بگو جوابتون نمیدم، فکر نکن جوابی ندارم، دلیلش اینه آخه من حضرت سلیمان نیستم زبون هر حیوانی رو بفهمم. قسمت دوم، اگه یکی خودشو واسط خیلی میگیره بهش بگو اینقدر خودتو واسه ما نگیر، شیرم خودشو گرفت آخرش شد ماست. قسمت سوم، اگه یکی بهت گفت چرا اینقدر لاغری، بهش بگو آخه عزیزم نمیدونی چه لذتی داره موقع خرید لباس فروشنده بگه سایز شما تن مانکنمونه. قسمت چهارم، اگه یکی برات شاخ بازی در آورد بهش بگو شاخ بازی در میاری، فکر نکن ازت میترسم، دارم به حقوق حیوانات احترام میذارم. قسمت پنجم، تصور کن یه نفر رو دوست داری که رسیدن بهش سخت یا ناممکنه، بعدش اگه یکی بهت گفت تو که میدونی بهش نمیرسی چرا داری تلاش میکنی، بهش بگو تو هم میدونی آخرش میمیری پس چرا زندگی میکنی. خب رفقا، حالا بازم نوبت شماست. این پایین شما چند تا از این جوابات تایپ کنین تا ایده بگیرم.